به نام خدا. سلام، من آرش سروری هستم. بعد از چند سال اومدیم به هاستیران، یکی از قدیمی ترین، با سابقه ترین و با تجربه ترین هاست دومین هایی که خدمات کلود هم میده. میخوایم بریم سر بزنیم با فرشاد اسماعیلیان، بنیانگذار مدیر عاملش و مدیران ارشد این مجموعه گفتگو کنیم، ببینیم که چه تغییراتی داشتن، چقدر توسعه دادن این سالها، خیلی از محصولات و خدمات جدید رو در واقع رونمایی کردن و با هم مرور کنیم یک سال اخیری که خب کسب و کارهای دیجیتال و آنلاین به خصوص خیلی چالش داشتن، بحران داشتن. ببینیم در هاستیران که این زیرساخت رو تامین میکنه چه خبر بود و دوستان چطور تونستن مدیریت کنن، به بقا و تاب‌آوری کسب و کارهای دیگه کمک بکنن. پیشنهاد میکنم این برنامه رو از دست ندید، پر از نکته است، پر از تجربه زیسته هست و همراه من باشید. قطعا لذت میبرید و میتونید توی کسب و کار خودتون از این تجربه ها استفاده کنید. با من آرش سروری همراه باشید. سلام، من فرشاد اسماعیلیانم، بنیانگذار هاستیران. ما سال گذشته بحران‌های خیلی زیادی رو داشتیم که برای ما همراه بود با دستاوردهای خیلی زیاد. سعی کردیم بخشش رو با شما به اشتراک بذاریم. از دستش ندید. حامی پیشرو، همدل، ریسک پذیر. صمیمی، مهربان، مسئولیت پذیر. always on. همراهی و دلسوزی. همدلی، خانواده، صمیمیت. جنگجو، قوی و خستگی ناپذیر. فرشاد جان سلام، وقتت بخیر و به برنامه ما خوش اومدید. سلام عرض میکنم. مرسی، ممنونم از وقتی که گذاشتید. یادم آخرین برنامه‌ای که اینجا ساختیم فکر کنم ایده پردازان بود، سال 97 98 اومدیم هاستیران و بعدش هم یه استارتاپ تور آوردیم، بچهای دانشجو علاقه‌مند رو بازدید کردن از در واقع بخش‌های مختلف شرکت. از اون سال‌ها اگه بخوای بگی چه تغییراتی هاستیران داشته، چقدر توسعه پیدا کرده، چه بخشی اضافه کردید، شاید چه بخشی رو خاموش کردید یا دیگه ادامه ندادید؟ والا از اون سالی که حالا برای ایده پردازان تشریف آوردین، ما بیشتر متمرکز شدیم روی حوزه‌های تخصصی زیرساختمون و دیگه حالا یه سری چیزا رو جمع کردیم دیگه. مثلا تو حوزه استارتاپی وارد شده بودیم و توی سری استارتاپ‌های جدید زده بودیم و طراحی وبسایت وارد شده بودیم. خیلی پراکنده داشتیم کار می‌کردیم. تو این چند سال اخیر خیلی دیگه تمرکزمون رو زیرساخت آوردیم، چون حالا ما 1400 هم دانش بنیان شدیم و به واسطه پلتفرم جامعه ابری هاستیران ما مجوز دانش بنیانیمون رو گرفتیم و تو این چند سال ما متمرکز شدیم روی توسعه پلتفرم جامعه ابریمون و زیرساخت‌های ابریمون رو، هم به لحاظ سخت افزاری تو دیتا سنترهای مختلف تو سطح کشور، یعنی مثلا اهواز، مشهد، شیراز، اصفهان، اینها استقرار داریم، هم تهران و البرز در واقع زیرساختامون رو گسترش دادیم و تو حوزه نرم افزار هم که هر روز یه امکان جدید رو تو تیم توسعه نرم افزارمون دوستان و امکاناتی که حالا تو زیرساخت‌های کلاودمون و ابزارهایی که ما باید توی بستر دیتا سنترها و شبکه‌مون توسعه میدادیم که بتونیم بیاریمش به عنوان یک محصول تو پلتفرم جامعه ابریمون اضافهش بکنیم، از آبجکت استوریج گرفته که حالا زیرساخت ذخیره‌سازی تا جی پی یو، در واقع امکانات پردازشی که برای کاربرا بتونیم تو زیرساخت ابری ارائه بدیم بهشون. بله، و خود فرشاد هم البته خیلی تغییر کرده، هم از لحاظ اینکه خیلی لاغرتر شده، اون سیبیل معروف هاستیران هم کمتر شده. درسته؟ تغییرات ظاهری خیلی. آره، من هم در واقع 50 کیلو وزن کم کردم. ورژن جدیدی از خودم الان دارم ارائه میدم برای راحتی. آره، من خیلی راحتم. من احساس حالا سبکی بیشتری دارم و روی حالا سیبیلم که دیگه تغییر آره، فکر کنم سالها اون اصلا مد شده بود، یکی از شرایط استخدام همه گیر میشد. آره. و فرشاد در واقع برامون بگو از لحاظ تعداد چی تغییری داشتی؟ چون خیلی از شرکت ما میدونیم از 98 دیگه چالش شروع شد دیگه، حالا اتفاقات مختلف و بحران‌های مختلف. آیا اونا بر هاستیران در واقع تاثیرگذار بودن؟ شما تعدیل داشتید یا نه بیشتر گسترش و توسعه دادید؟ ما حقیقتش یه رشدی رو داشتیم، ولی فکر می‌کنم خاطرت باشه مثلا اون زمان که اومدی نزدیک مثلا 40-50 نفر بودیم. ما فکر می‌کنم توی اوج به حدود 230-40 نفر هم رسیدیم تو سال فکر می‌کنم 1401 و منتهی به 1402. مثلا شرکت خیلی رشد پیدا کرد به لحاظ تعداد نیروی انسانی و به 200 خورده نفر هم رسیدیم.
ولی با توجه به این موضوع که من گفتم که یک سری در واقع موضوعات رو متمرکز کردیم رو بستر زیرساختی و مشکلات اقتصادی که طبیعتاً به وجود اومد برای همه شرکت‌ها، حالا هم رکود اقتصادی بود، هم در واقع یه سری موضوعات بود که ما برنامه‌ریزی کرده بودیم که توسعه بدیم و انجام نشد. ما الان در حال حاضر 120 نفر پرسنل داریم و احساس میکنم که خیلی اجایل‌تر و خیلی چابک‌تر داریم موضوع رو پیش میبریم و حالا یه بخشی از این 120 نفر مثلا 15-20 نفر نیروهامون دورکارن، حالا تو شهرهای مختلف مشغول به کارن، عمدتاً از جنس امور مشتریان و پشتیبانیمون هستن. اکثر دوستان ستادیمون هم که توی همین دفتر تهرانمون مشغول به کارن و خدمات میدن. ولی خب تو سطح کل کشور ما دیتا سنتر داریم و خب طبیعتاً پشتیبانی خدمات فیزیکی اونها رو هم آوتسورس کردیم. یعنی خیلی از این موضوعات کاهش نیرو انسانیه یک سیاستی بود که در واقع یک سری کارها رو برون سپاری کردیم که تونستیم با همین در واقع چابکی بتونیم شرکت رو با همون کیفیت، چون ما رشد هم تعداد مشتریامون رشد پیدا کردن، نزدیک مثلا 300,000 تا کاربر داریم و تعداد دیتا سنترامون، تعداد سبد محصولاتمون و خدماتمون و خب طبیعتاً تو حوزه درآمدی هم شرکت رشد داشته. چرا خوب. و به هر حال هاستیران جزء قدیمی ها هست، فکر کنم 81 و 2 بوده. آره 23 سال. اندازه مارکت سایز توی این حوزه مشخصه و اینکه هاستیران جایگاهش کجاست اگه بخوای آمار و دیتایی داشته باشی به اون ببین. آمار دقیقی نیستش مثل بقیه صنعت‌ها که ما بتونیم در واقع یک دیتایی داشته باشیم که ببینیم مارکت سایز تو حوزه هاستینگ یا خدمات ابری چه. یه سری بنچمارک‌های سری شرکت‌ها دارن انجام میدن، میان مثلا گزارش‌های سالانه‌شون ادعا میکنن که مثلا تو مارکت اینجا هستن. حالا همونطور که گفتیم ما جزو اولین ها بودیم که تو حوزه هاستینگ وارد شدیم، خدمات میزبانی دادیم، ثبت دامنه و خدمات میزبانیمون رو شکل گرفتیم. از 1400 تو حوزه ابری وارد شدیم، 89 که من فکر میکنم نزدیک 90 بود ما دیتا سنتر، اولین دیتا سنترمون رو ساختیم توی تهران و تو همین محل دفترمون در واقع مستقر کردیم و حالا به مرور لوکیشن‌های مختلفی که اضافه کردیم. ولی بنچمارکی وجود نداره که ما الان در واقع کجای بازار هستیم. تصور من اینه که ما تو 3 تا اسکوپ میتونیم هاستیران رو دسته‌بندی بکنیم. ما یکی به عنوان دیتا سنتر ما رو میشناسن که خب طبیعتاً دیتا سنترهای خیلی بزرگتری از ما وجود داره که سرمایه‌گذاری زیادی کردن که تو حوزه دیتا سنتر وارد بشن. ما به واسطه اینکه تونستیم در واقع زیرساخت ابریمون رو تو دیتا سنتر خودمون بنا بکنیم توی حوزه دیتا سنتر وارد شدیم و طبیعتاً خیلی ادعایی توی حوزه دیتا سنتر بودنمون نداریم، چون دیتا سنتر برای خودمون داشتنش مزیت بوده تو این حوزه وارد شدیم. موضوع دوم خدمات ابریمونه که من تصورم اینه که جزو ستای اولیم تو حوزه خدمات ابری تو شرکتایی که در واقع تو این حوزه دارن فعالیت میکنن. و موضوع سوم که حالا اصلا اسم هاستیران هم شکلش هستش که حوزه هاستینگه که اونم باز یه اسکوپ دیگه است. یعنی یک سری شرکتای دیگه‌ای هستن که هاستینگ دارن ولی تو حوزه خدمات ابری و دیتا سنتر وارد نیستن. اونجا هم ادعا میکنیم که حالا اول نباشیم حداقل دومین شرکت تو این حوزه به حساب میاد. قطعا هم میدونم، بهتون تبریک میگم. از بخش فنی و ابری گفتی، اگه موافقی بریم یه سری بزنیم با رضا بهروزی که مدیر فنی هاستیرانه، ببینیم حرفاشون چیه. حتما دوستان فنی در خدمتتون هستم. رضا بهروزی سلام و به برنامه ما خوش اومدید. ممنونم، مرسی که شما تشریف آوردین شرکت ما. خیلی خوشحالم. سعادتی برای ما در خدمتتون باشیم. رضا جان سی تی او هاستیران هستی، یکم بهمون بگو سی تی او چیکار میکنه؟ سی تی او به نظرم بیشترین وظیفه‌اش تو همه شرکت‌ها و هاستیران اینه که اون زنجیره فنی شرکت رو، چون که مثلا ما از دیتا سنتر شروع میشه تا برسیم واحدهای دیگه، کلود، نرم افزار، واحد شبکه، بعد بتونه همه اینا رو با هم وصل بکنه، اینا بتونن خوب با هم کار بکنن. یکی از وظایف حالا اون راهبر فنی تو شرکت‌ها اینه که تیم‌ها رو هم وصل بکنه. منم اسم می‌کنم وظیفه اصلیم حداقل اینجا باید این باشه که برای وصل کردن آمد. آره. و چند وقت هاستیرانی هستی؟ 5 سال رو رد کردم. 5 سال. قبلش تجربه‌ای که داشتی کجا بود؟ من آسیاتک بودم، موبینت بودم. قدیم که مجوزهای FCP و اینا نیومده بود، خودمون تو ISP تو شهرستانا، اهواز، شیراز اینا کار میکردیم که دیگه بعد قسمت شد بیایم تهران حدود 12 سال پیش دیگه توی اپراتورها مشغول شدم و حالا شرکت‌های جانبی حوزه بین‌الملل هم یه مدت بودیم. خیلی خوب.
یه مانیتور 42 اینچی جلوته، چقدر بزرگ، چی می‌بینی روی؟ ما به خاطر حالا سنم ممکنه باشه یادم میره مثلا چی کار میخواستم بکنم، این بر رو باید نگاه بکنم سریع اینجا انجام بدم، برای همون مانیتور بزرگ گرفتم که به حافظه‌م کمک بکنه. خیلی خوبه. آره بیشتر به خاطر اون. قربونت. رضا در مورد در واقع به خصوص یک سال اخیر خب به هر حال چالش زیادی داشتیم، دو تا جنگ داشتیم، اعتراضات رو داشتیم و قطعی اینترنت رو داشتیم و روزهای طولانی. میخوام یکم تجربه خودت رو بگی به عنوان یه سی تی او در مجموعه‌ای که داره رو زیرساخت کار میکنه، باید کسب و کار حالشون خوب باشه، بالا باشن، بقا داشته باشن. چی کار کردی؟ دوست دارم مرور کنیم با هم یک سال اخیر. ما تجربه دو تا جنگ خیلی متفاوت بود. تجربه جنگ اول خب اصلا جنگو ندیده بودیم، قحطی رو دیده بودیم ولی جنگو ندیده بودیم. همیشه مشتری‌ها استرس دیتا دارن و چیزی که ارزشمندی که پیش ما دارن دیتاشون هست و آپ تایمشون، میخوان هیچ وقت قطع نشن، فروشگاهن، کسب و کارن، درآمدشون وابسته است بهشون. برای ما تو جنگ اول خیلی آپ تایم بودن شاید اهمیت داشت. بکاپ هم خب همیشه طبق روال دیتا سنترها و سرویس دهنده‌ها بکاپ گیری هم خیلی اهمیت داشت. تو جنگ دوم اتفاقی که افتاد، ما یه بحران بزرگتر داشتیم. ما حس می‌کردیم ممکنه که یه دونه بکاپ هم اطمینان خاطر به ما نمیده. برای همون ما شروع کردیم بجز یه دونه بکاپ مثلا آف سایت یه جای دیگه توی چند تا دیتا سنتر بکاپ گرفتن، چون نمیدونستیم، میگفتیم ممکنه مثلا تهران فیبرش قطع شه، برقش قطع شه، دیتای دیتا سنتر رو مثلا فرودگاه پیامو بهش حمله شد، نمیدونستیم. خب حالا ما اونجا یه سری بکاپامون اونجا بود، آیا اونجا مثلا قرار اتفاقی براش بیفته؟ شروع کردیم تو شهرهای دیگه هم بکاپ گرفتن. یه رینگ اطمینان، حالا خودمون بهش میگفتیم مثلث اطمینان، یه مثلث اطمینان تشکیل دادیم که استانی هم حتی اتفاقی میفته ما پیش بینی کرده باشیم. بعد تهران، مشهد، اهواز. آره، بعد یه اتفاق دیگه ای که بود گفتیم شاید خاموشی‌های چند روزه داشته باشیم، یعنی هر بدترین شرایط رو شما پیش بینی کردید و براش استراتژی داشتید. بعد خدا رو شکر مثلا تیم مدیریت، تیم مالی با ما همراهی می‌کردن. فرضاً ما گفتیم که ما اگر بخوایم چند روز قطع باشیم، مثلا خب فرض کنیم ما یک هفته می‌خوایم رو دیزل باشیم، چیکار کنیم؟ بریم دیزل بگیریم تو حیاط هم بذاریم بکاپ، دیزل‌ها استراحت بکنن، دیزل بعدی روشن بشه. رفتیم مثلا تو به مدت 2-3 ماه دیزل مثلا حتی اضافه تر تو حیاط گرفته بودیم که اگه حتی یک هفته قطعی هم بود ما بتونیم تحمل بکنیم. بحث گازوئیل بود، یعنی حتی چیزایی که هیچ وقت فکر نمی‌کردیم. به عنوان سی تی او مثلا من به این فکر بکنم که برای گازوئیل هم که برای یه هفته گازوئیل داشته باشیم. بعد یه اتفاقات تو جنگ اخیر، اتفاق بعدی که بدتری که برامون افتاد این بود که شبکه داخلی هم خیلی اختلال داشت. یعنی تو قبلا اینجوری بود که اینترنت قطع میشد. این سری اتفاقی که افتاد، اپراتورها هم فرضاً دی ان اس ها کار نمیکرد. از همراه اول، آسیا تک، شاتل یا مثلا یه هاستی که داخل کشور بود دی ان اسش کار نمیکرد، پینگش بسته میشد. خیلی اختلالات شبکه داخلی هم زیاد شد برامون، علاوه بر استرس کاربر. بعد همه چی به هم گرفته بود، حجم تیکت ها خیلی زیاد شد، مشتری‌ها نمی‌فهمیدن. الان مثلا اپراتور خودشون مشکل داره، همراه اول مشکل داره، ما مشکل داریم، الان دنبال کی باید باشه؟ ما بعد یه جورایی اطمینان خاطر بهشون میدادیم، براشون این آسودگی ایجاد می‌کردیم که مشکل حالا اگه از هر جایی باشه ما پیگیر هستیم. ما خودمون از جای مختلف پیگیری می‌کردیم که بتونیم مشکلات رو حل بکنیم. به خاطر حجم تیکت‌ها پاسخگوییمون هم با تأخیر همراه شد. ما قبلا هیچ تیکتی نبود که تو چند ساعت هندل نکنیم. این موقع این تایم رسید مثلا 2-3 روز هم یهو طول می‌کشید چون وحشتناک زیاد شده بود و بعضیام از حالا اون اضطراب و ترسی که داشتن مثلا یه سوالو 10 بار میپرسیدن، ما دوباره 10 بار بعد پاسخ میدادیم بهشون. خلاصه خیلی گسترده بود، یعنی 0 تا 100 ما همه حوزه‌ها گیر کرده بودیم. ولی چیزی بهمون کمک کرد بحث BCP بود که ما طراحی کرده بودیم برای تقریبا اکثر موارد. میتونم بگم بالای 95% موارد ما BCP مون آماده بود. اینترنت قطع شد چیکار بکنیم، SMS قطع شد چیکار بکنیم. مثال بزنم، کاربرات یه تایمی
SMS نمیگرفتن، نمیتونستن وارد سایت بشن. ما راهکارمون چی بود؟ میگفتیم همزمان SMS رو که زدیم با چند تا اپراتور SMS میزدیم، همزمان تماس تلفنی هم میگرفتیم، ایمیل هم میزدیم، میگفتیم بالاخره یکیشو میگیره. یعنی به همه این سعی کردیم مشکلاتی که ممکنه لیست کرده بودیم به وجود بیاد فکر بکنیم و یه راهکار داشته باشیم. عملاً تو اون ساعت‌ها اینجوری بود که بچه‌ها کار خودشونو می‌کردن، یعنی دیگه قرار نبود خب الان این مشکل پیش اومد چیکار کنیم؟ خب اینترنت قطع شد، پلن مثلا فلان فعال میشه، انجام میدیم. ران بوک هم داشتیم، قشنگ میدونستیم بعد چیکار بکنیم. خدا رو شکر تو چند سال گذشته دیگه اگر نمیخواستیم ما مجبور شدیم به سمت دستورالعمل نوشتن پیش بریم. بله. و تجربه دورکاری رو قبلا داشتید؟ خب ما یه تجربه کرونا داشتیم، البته فکر کنم اون موقع شما هاستیران نبودید، ولی آماده بود هاستیران برای اینکه تیمش دورکار بشه؟ بله، ما برای دورکاری بچه‌ها حالا روش‌های مختلفی از اینکه روی شبکه همراه اول ما VPN اختصاصی گرفتیم، چون بالاخره دسترسیام باز با مشکل همراه بود، VPN ها قطع می‌شد. حالا به جز شبکه VPN اختصاصی ما 5-6 نوع روش وصل شدن که به شرکت رو پیش بینی کرده بودیم، ترمینال سرورهای مختلف. بعد اون تایم بحث امنیت هم خیلی مهمه، در عین حالی که دورکاری رو چون بچه‌ها به خاطر جنگ دیگه خیلی تو خونه‌شون نبودن، پشت سیستم خودشون نبودن، ممکنه هر جایی باشن. خیلی هم از اون طرف امنیت هم برام مهم بود. درسته بچه‌ها گفتیم برین هر کس جای امن، ولی می‌خواستیم در این حال دیتای کاربرام بیشتر برام مهم بود. اینا رو هم خدا رو شکر پیش بینی کرده بودیم و به مشکل نخوردیم. تقریبا تمام بچه‌ها 100% تیم ما بدون مشکل تونستن به شرکت وصل بشن. ما هم تقریبا میتونم بگم همه دورکار بودیم. بله. و تیم فنی شامل چند نفر میشه و چه بخشایی دارید شما؟ ما الان واحد شبکه داریم، واحد کلود داریم، واحد نرم افزار داریم، واحد دیتا سنترمون که خودش دو بخشه. بخش بچه‌ها برق و کولینگ رو هندل میکنن، یه تیم کارهای پسیو و نصب سرور رو انجام میدن تو دیتا سنترهای مختلف. واحد زیرساخت داریم که مدیریت سرورها اینا رو بر عهده دارن. تیم فنی ما از این دوستان تشکیل میشه. از 120 نفر چند نفر تو این حوزه ها حدودی؟ حدودی فکر کنم 20 نفر میشه. 20 نفر. بله. 1/6 شرکت. بله. و برام بگو که مهمترین چیزی که در واقع حالا نگه داشت بچه‌هاشو، میدونم خیلی فداکاری‌ها کردن، سعی کردن حالا آنکال باشن، آنلاین باشن و بتونن کارو جلو ببرن. فکر کنید اون روحیه از کجا میاد؟ یعنی اینکه شاید الان مسئله خیلی تو جنگ بقا و زنده موندن بود، ولی بچه‌ها پرتلاش برای اینکه کسب و کار مردم، وبسایتشون نخوابه، بتونه ادامه بده کار کردن. این روحیه از کجا میاد؟ من فکر کنم از دو تا چیز میاد. یکی تو داخل شرکت از لایه مدیریت میاد. مدیریت بالاخره صحبت‌ها و رفتار و منشش نشون میده که تو این شرایط چجوری داره هندل میکنه. خب خدا رو شکر آقای اسماعیلیان خیلی خوب این چالش‌هایی که دو جنگ و حالا مسائل دیگر رو هندل کردن. یه بخش دیگه سمت مشتریه. وقتی که ما مشتری رو میدیدیم که نگران، شاید از ما انتظار داره، اینا احساس مسئولیت میکردیم که باید بیشتر الان باشیم، یعنی نسبت به حالت عادی وجودمون رو بیشتر نشون بدیم. من به نظرم این دو بخش، یکی مشتری یکی مدیریت ارشد، خیلی کمک کرد که بچه‌ها بیشتر، چون ما تو این شرایط اینجوری بود که بچه‌ها میتونم بگم حتی تا 2 برابر کار میکردن نسبت به روال عادی. رضا چقدر ما تو حوزه فنی این حوزه با لبه تکنولوژی دنیا همراهیم و یا فکر کنید چقدر فاصله داریم؟ علاوه نرم افزاری میتونم بگم که ما لبه تکنولوژی دنیا پیش میریم، چون نرم افزار رو میتونیم دسترسی داشته باشیم. یکم علاوه سخت افزاری به خاطر هزینه‌های دلار و همینطور تحریم و واردات، فکر میکنم حوزه سخت افزار داریم جا میمونیم، ولی حوزه نرم افزار فکر نکنم عقب باشیم. آره این قضیه ما تو هوش مصنوعی هم داریم، چون خیلی گرونه جی پی یو ها و اینها. به زودی ما چی خواهیم دید در بخش فنی؟ یعنی دارید روی راهکار یا سولوشنی کار میکنید؟ اگر بخوای اولین بار بگی بهمون.
بله، حالا شما اشاره به هوش مصنوعی هم کردین. اتفاقا ما بجز این که میخوایم از پرووایدر خارجی استفاده بکنیم، خودمون هم یک کلستر هوش مصنوعی تو هاستیران لوکال راه اندازی کردیم. الان داریم به پنلمون اضافه میکنیم که بتونیم مدل‌های هوش مصنوعی رو به صورت لوکال هم توکن بیس به کاربرامون ارائه بدیم. این بیشترین چیزی که الان روش تمرکز داریم هوش مصنوعیه. یه سری محصولات هم ما میخوایم الان یه ذره پیشرفته تر به محصولات هاستیران اضافه بکنیم. فرضاً دیتابیس از سرویس کلستری ارائه نمیدادیم، مثلا حالت چند نوده باشه، میخوایم اونا رو اضافه بکنیم. کوبرنتیز از سرویس یه محصولات پسمون یه ذره عقب مونده بودیم، انشالله تا 6 ماه آینده اینا جبران میشه. و رضا اگر توافقی بشه در و پنجره باز بشه و بین الملل بتونه تو ایران سرمایه گذاری کنه، شما آمادگیشو دارید و فکر می‌کنید اولین و سریع‌ترین اتفاقی که میتونه با هاستیران در دنیا بیفته چیه؟ ما اتفاقا برای این موضوع برنامه‌ریزی کردیم. اما چیزای بد نیست، چیزای خوب هم هست. بله، اتفاقا این بوده که چطوری سریع مشارکت داشته باشیم. هم علاوه ثبت شرکت بوده، هم علاوه اینکه شرکت‌ها رو شناسایی بکنیم. ما میتونیم مثلا حوزه هوش مصنوعی مخصوصا حوزه بحث‌های کلودی یه سری شرکت‌های حالا حتی سعی کردیم کشورهای دوست‌تر رو انتخاب بکنیم که چطور بتونیم سریع بریم باهاشون قرارداد ببندیم و بگیم چه محصولاتی می‌خوایم. حتی یه سری مذاکرات اولیه هم شروع کردیم، گفتیم ما علاقه‌مندیم، دموهاشون رو دیدیم، دو طرف هم رفتیم، یعنی گفتیم بخواین شما بیاین داخل ایران این محصولاتتون پیاده سازی بکنیم به چه صورت پیش میره، ما بخوایم بیام محصولات شما رو خارج از ایران به کاربران ایرانی سرویس بدیم به چه صورت میشه. فکر میکنم اگر پنجره باز بشه استفاده میره بالاتر و داخلی آسیب نمیبینه، بازار بزرگتر میشه، اکوسیستم بزرگتر میشه، کلا همه سود میکنن. بله. ما از بچه‌ها پرسیدیم که حسشون نسبت به هاستیران چیه؟ اگر بخوای با صفاتی توصیف کنی چه صفتی میدی به هاستیران؟ حامی. و آخرین سوال، پیش بینیت از آینده چیه و هاستیران کجا این آینده میتونه قرار بگیره؟ ما پیش بینیمون مثبته، به صورتی که حتی ایام جنگ هاستیران داشت توسعه میداد. ما دیتا سنترهای مشهد و اهواز توی جنگ راه اندازی شد با سخت افزار جدید، یعنی دیدمون اینجوری بود که میتونیم هم سرمایه گذاری بکنیم هم الان توسعه بدیم. امید داریم، یعنی مطمئن بودیم که بعدش اتفاقات خوب میفته. الان هم همینه نظرمون که قرار وضع بهتر بشه، اکوسیستم بزرگتر بشه، ما باید آماده باشیم. یه خصوصیتی که هاستیران من توش دیدم و آقای اسماعیلیان این بوده که فرضاً ما تو بحرانات دچار کمبود ظرفیت نمیشیم. چرا؟ چون ما همیشه زودتر مثلا پشت دستمون یا 50 تا سرور بوده سریع نصب کردیم، چون زمانی که فرضاً یه اتفاق میفته اصلا شما نمیتونید از بازار چیزی تهیه بکنید. ما همیشه آماده بودیم، هیچ وقت دچار کمبود ظرفیت نشدیم. الان هم حس میکنیم باید برای اون بازار بزرگ آماده باشیم و داریم براش پلن میکنیم. عالی، برات آرزوی بهترین ها دارم، بهتر کنید. ممنونم ازتون. مرسی. رضا خب معاون فنی مجموعه است و تو این حوزه مخصوصا در واقع اینکه الاین بکنه تیم‌های فنی رو بتونن کنار همدیگه قرار بگیرن، چون ما زیر ساختمون متعدده. ما یه تیم صف داریم توی هاستیران که حالا بچهای امور مشتریان و پشتیبانی و مرکز تماس و دوستان فنی هستن. اصطلاحاً حالا ما تو زیر ساختمون تیم‌های فنی ستادی تشکیل دادیم، یعنی اومدیم در واقع به صورت تخصصی حوزه دیتا سنتر یه تیم مستقل برای دیتا سنتر گذاشتیم، تو حوزه نتورک یه تیم جدا داریم، تو بحث ابر یه تیم جدا داریم که مدیر خودش رو داره و بچهای تیم خودشون دارن. عمدتاً دوستان صف ما موضوعات رو ارجاع میدن، در واقع حالا اصطلاحاً اسکیلیت میکنن روی تیم‌های ستاد فنی و خب راهبری اینا هر کدوم چون مدیرا و سرپرستای خودشون دارن، راهبری کلا الاینمنت این تیم‌ها با رضا بهروزی هستش که در واقع راهبری این ماجرا رو داره بر ما انجام میده. مسعودم بگم که بحث
ابرمون هستش که طبیعتاً اکثر زیرساختایی که ما توسعه دادیم توی مجموعه هاست ایران روی درست بستر دیتا سنتر خودمون بنا شده، ولی روی بستر دیتا سنتر خودمون یک زیرساخت ابری راه اندازی کردیم که تمام خدمات ابری هاست ایران و حالا هاستا و خدماتی که حالا از خدماتی که داخل هاست ایران به خودمون میدیم، از CRMمون در واقع نرم افزار حسابداریمون و از موضوعات مختلف نرم افزار و سامانه هامون روی زیرساخت ابری هاست ایران قرار داره که این به هر حال یه اینفراستراکچری که یه بخشیش داره به درون مجموعه سرویس میده، یه بخشش هم داره به بیرون مجموعه سرویس میده که حالا این خدمات هاستینگ و اینم طبیعتاً یک بخشی از اون اکوسیستم ابری ان که ما راه اندازی کردیم توی زیرساخت شده. بله دقیقاً. اما فرشاد میخوام برسیم به در واقع به خصوص این یک سال اخیر ما همین چالش‌های قبلی رو بذاریم کنار و از تقریباً خرداد پارسال آغاز کنیم، چون الان تیر ماه و داریم برنامه ضبط می‌کنیم. تقریباً جنگ 12 روزه رو داشتیم، اتفاقات بین بعد از جنگ رو داشتیم، پس از جنگ رو داشتیم و بعد حالا اعتراضات دی ماه رو داشتیم، جنگ 40 روزه رو داشتیم، بعد دوران نه آتش بس نه جنگ رو داشتیم و الان که حالا داره اتفاقاتی میفته، امیدواریم خبر خوبی باشه و به توافق و ثبات برسیم و این عدم قطعیت تمام بشه. اگه بخوای یه مروری بکنی هاست ایران رو به خصوص از خرداد 404 تا خرداد 405 مرور سریع فرشاد چی است و چیکارا کردید؟ ما خیلی چالش داشتیم، یعنی به عنوان شرکتایی که تو حوزه فناوری داریم زیرساخت ارائه میدیم، از طرفی بعد به مشتری جوابش رو بدیم، کسب و کارها روی سرویس های ما قرار دادن. خیلی از در واقع کسب و کارهای اینترنتی حالا بعد از این قطعی و اختلالاتی که توی شبکه‌های مجازی خارجی اتفاق افتاد، خب روی آوردن مثلا به وبسایت، راه انداختن وبسایت، عمدتاً کسب و کارشون درآمدشون در واقع روی این زیرساخت‌ها بود. هر کدوم از این در واقع اتفاقاتی که میافتاد برای ما یه چالشی بود که ما بتونیم توی وضعیت عدم قطعیت ثبات و پایداری سرویسمون رو داشته باشیم. یعنی از لحظه‌ای که در واقع بحث حالا اون جنگ 12 روزه شروع شد و اون فشار و استرسی که یهو به همه ما وارد شد توی این بحث‌ها، موضوعاتی که ما حالا تو یه برنامه چتر نجات هم شرکت کرده بودم که آقا ما چه چالشایی فقط تو حوزه زیرساخت دیتا سنتر داشتیم که الان مثلا من بعد به هر حال دیتا سنتر هم استیبل باشه، بحث برقش، افزونگیش، موضوعات اصطلاحاً حالا ما تو زیرساخت‌های خودمون به اسمش BCP پلان میگیم، یعنی بیزینس کانتینیوس پلان. یعنی اصلا اگه در واقع یه وقت از شما به قول گفتنی مدیریت ریسک می‌کنی، میگی من حالا برنامه‌ریزی می‌کنم یه سری اتفاقات نیفته، الان موضوع BCP اصلا اینه که اصلا اتفاق افتاد چی؟ ما یه برنامه هم داریم تداوم کسب و کار. آره موضوع اینه که مثلا یه وقت شما یه ماشینی داری، میگی که مثلا من خب ترمزش رو ABSش رو مثلا این کارو می‌کنم، دارم چک لیستمو اینجوری می‌کنم، سرویسش رو به نگهداریش به موقع انجام میدم، این کارا هم مدیریت ریسکه. ولی اگر اتفاق افتاد، اگر ضربه اتفاق افتاد، اگه تصادف کردی، تو یه جعبه کمک‌های اولیه تو ماشینت داری، بعدش قراره چیکار کنیم؟ یه چراغ خطر داری، یه چراغ قوه داری، بتونی بری موضوع رو حل کنی، رسیدگی کنی، زنده بمونی. توی بحث BCP پلان ما خیلی در واقع حالا موضوعات تو جنس فرایندی کار کرده بودیم، ولی هیچ کدومش رو فکر نمی‌کردیم به یه روز استفاده بکنیم. شما یه روز جعبه کمک‌های اولیه اون لحظه که میری برش می‌داری که بری بالا سر مریض که مثلا خونریزی داره بانداژ بکنی، این حرفا، اون لحظه که داری میری جعبه کمک‌های اولیه رو برداری، تازه متوجه میشی ببین کاش که اینم گذاشته بودم، کاش که این کارم کرده بودم، کاش که یه سری موضوع. و از این کاشکی‌ها به شدت اتفاق افتاد. یعنی ما انواع اقسام اتفاقات رو داشتیم، از اختلالات داشتیم، از فشارهای حاکمیتی داشتیم، از موضوعاتی که برامون پیش اومد توی زیرساخت‌های فیزیکیمون. یعنی اصلا تهدید بود آقا برق ممکنه اصلا 10 روز قطع بشه، یا تهدید بود که اصلا ممکنه دیتا مثلا ما اتصال دیتا رو از دست بدیم، یا اصلا یک سری در واقع مشکلات امنیتی توی حوزه زیرساختای سی پنل و نمیدونم سرورهای لینوکسی اصلا منتشر شد که اصلا بی سابقه بود تو شرایطی که اینترنت قطع بود، جنگ بود، ما حملات در واقع نظامی فیزیکی داشتیم، حملات سایبری در واقع در سطح حاکمیتی داشتیم که می اومدن در واقع حالا کسب و کارهای مختلف و مجموعه‌های بزرگ رو در واقع هک کردن. توی این شرایط عدم قطعیت، ما حالا از در واقع خرداد ما بخوایم مثال بزنیم، ما انواع اقسام در واقع آزمون‌ها رو داشتیم. یعنی از جنس منابع انسانی ما چالش داشتیم، اینکه مثلا دوستان ما توی حالا قسمت‌های مختلف شرکت، از تیم‌های ستادیمون گرفته تا مجموعه صف که حالا با دوستان فنی با مشتری در ارتباط بودن و موضوعات رو پیش می‌بردن، از چالش‌های منابع انسانی برامون پیش اومد و تجربه کردیم با پوست و گوشتمون الان میگن، و موضوعات فنی هم که به جای خودش. یعنی
انواع اقسام اتفاقاتی که اصلا فکرشو نمی‌کردیم که یه وقت مثلا میگفتن آقا یک ساعت مثلا اینترنت قطع میشه، چه ها شود ما مثلا تجربه کردیم تو جنگ 12 روزه چندین روز مثلا اینترنت نداشتیم. بعد در واقع جنگ سوم اتفاق افتاد و اون شرایط به وجود اومد از دیماه، اتفاقات مختلف و بعد حالا حملات سایبری و مشکلاتی که در واقع بعدش به وجود اومد. یه بخشیش حالا راهکارهای فنی، احتمالاً بری با رضا صحبت بکنی، دوستان فنی بیشتر میتونن در واقع موضوعات رو ذکر بکنن. یه بخشایش هم از جنس مدیریت بحرانه، یعنی اینکه اصلا در جا الان در تصمیم بگیری که آقا من الان هزینه فایده حساب بکنم یا نه، الان دارم یه تهدید احساس میکنم ما بریم در واقع دیزاستر پلنمون رو همین الان مثلا توی مثلا مشهد بدنام بکنیم یا مثلا توی دیتا سنتر اهوازمون ما خیلی سریع تو شرایطی که خیلی شاید دوستان احتیاط میکنن از خونه خارج نمیشدن، دوستان ما عملیات در واقع نصب سرور رو انجام دادن، راه اندازی زیرساخت رو انجام دادن، حتی شروع کردیم بکاپ گرفتن از تجهیزات، به مشتری اطلاع رسانی بکنیم. مشتری بالاخره استرس داره، چالش داره، یعنی یه بخشی آروم کردن این استرس و فشار و نگرانی که ممکنه برای زیرساختاشون اتفاق افتاده حالا نسبت به حملات سایبری، هم بابت قطعی زیرساختای فیزیکی وبسایتشون نگرانی وجود داره از سمت کاربر که ما سعی می‌کردیم که اینها رو هم براش راهکار بیاندیشیم. حتی ما مثلا با یه سری مشتری تماس می‌گرفتیم، تیکت می‌زدیم که حالا دوستان احتمالاً تیم مارکتینگ اون بهتر میتونن این ماجرا رو توضیح بدن که ما چه جوری اطلاع رسانی کردیم از جنس آموزش که آقا ما بکاپ میگیریم، ما به فکر زیرساختاتون هستیم که مثلا پایدار بمونه و مشکلی براش پیش نیاد، ولی شما هم حواستون باشه شما هم یه آف سایت بکاپ بگیرین یا در واقع آفلاین بکاپ از در واقع داراییاتون داشته باشین و بتونین از این شرایط گذر بکنین. فکر کنم یکی از بچه‌ها که بتونه خوب در واقع صحبت کنه مدیر اجرایی هاستیران هست، سارا ارانی. خانم ارانی بله، ایشون هم خیلی تو این زمینه موضوعات عملیاتی و اجرایی از این که حالا ما رفته بودیم مثلا احتمالاً داستانی تعریف بکنن مثلا دیزل پشتیبان گذاشتیم، چون ما معمولاً تاب‌آوری دیتا سنترها و اینها در حد این که مثلا 2 ساعت 3 ساعت مثلا برق بره دیگه. حالا وقتی میان یه خبری کار میکنن که ممکنه 1 ماه برق نداشته باشیم، خب طبیعتا یک سری تمهیداتی ما باید بهش فکر بکنیم که خب اگه این اتفاق افتاده خب سوختو چجوری تامین بکنیم، نمیدونم دیزل دوم چجوری بیاریم، یا دوستان دیگه حالا جنس لاجستیکی بخوان تامین تجهیزات، چون بازار که تعطیل بود دیگه، یعنی ما نمیتونستیم تجهیزات بخریم، یه سری اتفاقات تو شرکت هم اتفاق بیفته. فکر میکنم تجربه‌های خوبی باشه که بتونیم اشتراک بریم پس سراغ سارا ارانی و باش گفتگو کنیم. سلام سارا ارانی و به برنامه ما خوش اومدید. سلام، خیلی متشکرم، خیلی لطف کردین از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید. خانم ارانی مدیر اجرایی هاستیران هستید، چه وظایفی بر دوش شماست؟ والا در واقع مدیر اجرایی هاستیران به نوعی همه چی بهش مربوط میشه، یعنی همه کار رو باید تو هاستیران انجام بده. بچه‌ها اصولاً میان میرن، یه بخشی از منابع انسانی رو داره، یه بخشی از کار پشتیبانی تدارکات رو داره، چه بسا شاید باید به نوعی دستیار مدیر عامل باشه، ولی بیشتر من چیزی رو که در کارم و در قالب کاری که اجرا میکنم ارتباط گرفتن با بچه‌ها هستش و جستجوی مشکلاتی که ممکنه توی در واقع شرکت باشه. سعی میکنم مشکلات رو پیدا کنم قبل از اینکه در واقع به مرحله حادش برسه برطرفش بکنم و خب خیلی خوشحالم از اینکه تو هاستیران با این بچه‌ها با این اکیپ هستم. خانم ارانی چند سال هاستیرانی هستید و در واقع چطور شد پیوستید؟ من 1 ساله که تقریبا به افتخار اینو دارم که به خانواده هاستیران رسیده باشم و بهشون ملحق شده باشم. من کار اصلیم همیشه منابع انسانی بوده. تجربیات قدیمی هم که داشتم، یعنی نزدیک به 25 سال من در زمینه منابع انسانی و آموزش کار میکردم. یک شاگردی من داشتم که البته الان خودشون استاد من هستن و از طریق ایشون من به آقای اسماعیلیان معرفی شدم و ایشون هم که لطف کردن با یه صحبتی با هم داشتیم و من افتخار همکاری با ایشون رو. قبلا تو چه حوزه‌ای بودید؟ بیشتر اچ آر بودید؟ من همیشه من دکترای استراتژیک منابع انسانی دارم، مدیریت استراتژیک منابع انسانی دارم و به صورت خاص در زمینه آموزش منابع انسانی
استعدادیابی کودکان، یعنی تقریبا نزدیک به 22 سال من در زمینه آموزش و تحقیق، واقعا ریسرچ بوده توی کاری که داشتم در زمینه منابع انسانی بوده. بله. و برام بگید به حال یک سال اخیر که به خصوص شما پیوستی چالش‌های کسب و کار زیاد بوده، بحران‌ها زیاد بوده و میدونم شما حتی در دوران جنگ هم خودتون می اومدید. یکم این یک سال رو اگه بخواید سریع برام مرور کنید چی بود؟ یک سال عجیبی بود. یعنی اصلا شما نمیتونین در تاریخ و در زمان بگین که یک سال گذشته. واقعا انگار یک هفته بوده، انگار 2 روز بوده. اینقدر زمان سریع گذشته و من اصلا وقتی شما رو صحبت از یک سال میکنین من احساس میکنم که واقعا یعنی یک سال گذشته. نه اصلا اینطور نیست. چالش واقعا چالش ها، خب من وقتی وارد این سیستم شدم، میدونین همیشه یک نفر جدید وقتی وارد یه سیستمی میشه همه کنجکاون. شاید اولین چالش من این بود که من باید به کنجکاوی بچه ها در مورد این که کیه این سارا ارانی که اومده، من باید به اون جواب میدادم، ببینم که در واقع و این اعتماد سازیه با بچه ها که من در کنار شمام نه مقابل شما. چون من همیشه اعتقادم بر این مدیریت باید مدیریت بر دلها باشه، نه بر قوانین و ضوابط و اینا. چون وقتی شما با روی در واقع بر انسانی با انسانها برخورد کنین، ضوابط و قوانین خودشون درست میشه و میاد. واقعا یکی از چیزهایی که من تو این شرکت به عنوان در سطح مدیریت کلان دیدم، همدلی آقای اسماعیلیان به عنوان مدیر بالادست همه ماست. یعنی به عنوان یک مدیر عامل، نه تنها خود آقای اسماعیلیان بلکه مجموعه هیئت مدیره‌ای که در اینجا هستن و به هر حال مدیر عامل یک مجموعه، حتی اگر که با بگیم هیئت مدیره هم باشه، نفر اصلی یک شرکت به حساب میاد و اون خودش هم هیئت مدیره رو به نوعی مدیریت میکنه. ایشون بسیار بسیار شخص همدلی هستن، بسیار همراه هستن و برگشت به من دقیقاً این جمله رو گفت: خانم ارانی، سلامت روانی بچه ها و در واقع آرامششون در اولویت. شبم توی گروه مترموس اطلاعیه رو گذاشتن که ما از فردا دورکار هستیم. کسانی که امکان دورکاری ندارن میتونن مرخصی رد بکنن، چون بازم نمیدونستیم زمان چقدر هستش و چه زمانی طی میشه. و کسانی هم که علاقه‌مند هستن ما شرکت هستیم، میتونیم بیاین سر کار. خب طبیعتاً ماهیت شغل من ماهیت دورکاری نیست و همچنین بچه‌های زیرساختمون که شامل بچه‌های دیتا سنترمون میشن، این بچه‌ها هم اومدن. ما فرداش شدیم تیمی که بچه‌های امور مشتریان کال سنترمون دورکار شدن، بچه‌های فنیمون گروه ابریمون فناوریمون دورکار شدن و بچه‌های دیتا سنتر، بچه‌های گروه پشتیبانی تدارکاتمون ما موندیم توی شرکت و این روال ادامه پیدا کرد تا ما ببینیم که تکلیفمون چی میشه. ما از بچه‌ها خواستیم که هاستیران رو با چند تا صفت توصیف کنن. حالا فکر کنم یکی از اونها که شما دادید همدلی بود. اگر بخوایم با صفاتی توصیف کنید چه صفاتی میدید بهش؟ صمیمیت به نظرم اولین چیز در هاستیرانه. صمیمیت این چیزی بود که من دیدم. من هرگز از روزی که وارد اینجا شدم، با توجه حالا به موقعیت و اینجا در واقع پوزیشنی که به بچه‌ها معرفی شدم، حتی یک بار چیزی خارج از صمیمیت از این بچه‌ها ندیدم. دوم احترام، که واقعا بعضی از بچه‌ها با رفتارشون وادار میکنن آدم رو واقعا باید محترم باهاشون برخورد بکنه. مسئولیت پذیری شاید دومین صفتی باشه که من میتونم اینجا اسم ببرم. و بعد مهربانی. این مهربانی کاملا از سمت مدیر عاملمون تسری پیدا میکنه بین بچه‌ها. یعنی شما شاید باور نکنین، هیچ کدوم از دوستان، شرکت‌های دوستان، خب یه رسمیه دیگه، هر سال شرکت‌ها سررسید چاپ میکنن، نمیدونم گیفت میدن، پک‌های هدیه نوروزی میدن. این برنامه‌ها هیچ کدوم این کارو نکردن، ولی ما کردیم. ما سفارش دادیم، تازه سفارشمون از شیراز هم اومد، یعنی به یک شرکتی در شیراز سفارش دادیم. به موقع که رسید هیچی، دقیقاً داشت ما رفتیم از ترمینال جنوب بارمون رو تحویل بگیریم، ما پشت سرمون نگاه می‌کردیم، دیدیم
دود رفت بالا، زد. دوباره میرسیدیم یکم جلوتر میدیدیم دود زد، یه جای دیگر رو زد و این پکا رسید. هدایا به تمام دوستان داده شد. آقای اسماعیلیان با تاکید بسیار فقط برای اینکه به بچه‌ها بگه من پشتتونم، نگران نباشین، چون دیگه ببین نزدیکای عید این زمزمه ها خیلی شده و حقوق اسفند رو ندادن، حقوق بهمن رو ندادن. خیلی ها رو گفته بودن دیگه نیاین سر کار، خیلی ها واقعا مشکلات بیمه‌ای خورده بودن، ولی ما هیچ کدوم از اینا رو برای بچه‌ها نداشتیم. و به عنوان آخرین سوال خانم ارانی، آینده این حوزه رو چطور می‌بینید و هاستیران کجای آینده میتونه قرار بگیره؟ به من باشه که میگم هاستیران سر همه هستن توی این حوزه، سر رو جای همه رو میگیره. اصلا ما کاری به هیچی نداریم چون هاستیران پشتوانه بچه‌هاشو داره. امیدوارم که ما سهم بازارمون انقدر بره جلو، چون ما باید داریم با دلمون با قلبمون کار میکنیم برای بچه‌ها و مطمئنم که ما توسعه بیشتری پیدا میکنیم برای اینکه بچه‌هامون کوشا هستن. در تمام دوران جنگ بچه‌های دورکارمون یعنی شما هر ساعت شبانه روز زنگ می‌زدین این بچه‌ها آنلاین بودن، تیکت‌ها رو جواب دادن. یه قطعی اینترنت شما ببینید یک مسئله فراگیر بود و خیلی‌ها نمیتونستن اینو بپذیرن که چون اینترنت قطع سیستمشون پایینه و بچه‌های پشتیبان ما دونه دونه به این افراد جواب میدادن. شاید نزدیک به هر کدومشون 20 دقیقه برای اینا وقت میذاشتن که باهاشون صحبت کنن، چون مسئله اونا اون موقع قطعی اینترنت نبود، اون مسئله روانی بود. یعنی دونه دونه بچهای پشتیبانی ما خودشون یک روانشناس بودن. ممنونم خانم ارانی از صحبت با شما. خسته نمیشیم، اما زمانمون محدوده. برای شما و هاستیران آرزوی بهتری. متشکرم، خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین. خب بله، با سارا ارانی صحبت کردیم که مدیر اجرایی هاستیران هست و صحبتش رو شنیدیم. من آرش سروری هم اینجا هاستیرانه و با بنیانگذار و مدیر عامل هاستیران فرشاد اسماعیلیان داریم گفتگو میکنیم. تو بخش اول برنامه در مورد هاستیران صحبت کردیم و فرآیندی که به خصوص این چند سال اخیر طی کرده. رسیدیم به در واقع چالش‌ها و بحران‌هایی که همه کسب و کارها درگیرش بودن، به خصوص از خرداد پارسال تا امسال، و داریم گپ می‌زنیم با فرشاد عزیز. فرشاد، اصطلاحی به نام BCP رو گفتی یا بیزینس کانتینیوتی پلن که خب خیلی مهمه، تداوم کسب و کار. اتفاقا ما یه ویدیوکست جدیدی به نام تداوم هم داریم، در جستجوش هستیم. حتما دعوت کنم تو اون ویدیوکست هم حضور پیدا بکنیم. فصل اولمون در مورد بانکداری و فینتکی که اصلا نبود قطع بشه و دیدیم حتی چالش‌ها، چند تا بانک هک شدن و اتفاقای دیگه. یکم BCP رو بیشتر برام باز کن و قطعا شما در حوزه زیرساخت خیلی تاثیرگذاری در این تداومه و کمک کننده هستی. هاستیران نقشش در تداوم کسب و کارها چی میتونه؟ ببین آرش، ما داریم زیرساخت ارائه میدیم. یعنی الان خیلی از این کسب و کارها که از ما دارن خدمات میگیرن، برای وبسایتشون و کسب و کارشون دارن خدمات میگیرن، حالا از انواع اقسام سرویس، از یه هاست معمولی در واقع وردپرسی گرفته تا اینکه در واقع از ما استوریج گرفته باشن یا سرور فیزیکی گرفته باشن یا سرور ابری گرفته باشن. این که ما بخوایم در واقع بحث رو از بکاپ گرفتن یه مرحله ارتقا بدیم، بگیم آقا من BCP پلن براتون نوشتم، این خیلی فراتر از اینه که من صرفا مثلا یه استوریجی به شما بدم بگم آقا از سایتت بکاپ بگیر بریز اینجا. ما اومدیم در واقع توی حالا 3 تا نقطه، یکی نقطه اصلیمون که تهران بودش و زیرساخت ابریمون رو راه اندازی کرده بودیم، اومدیم توی البرز و اهواز و مشهد لوکیشن های پشتیبان باشیم. حالا ما گفتیم یه مثلث اطمینان در واقع کنار در واقع زیرساختمون رو اندازی کردیم، پایتخت و شمال شرقی و جنوب غربی اینها رو در واقع اتصال دادیم و این کمک میکنه به اینکه ما علاوه بر اینکه بتونیم یک آف سایت بکاپ از زیرساخت‌های کسب و کارها داشته باشیم، اینا برای هر کسب و کار ممکنه سولوشن مختلف باشه. یعنی ممکنه شما بیای از من بگی من صرفاً در یک استوریج میخوام که بکاپ بگیرم، ممکنه یک کسب و کار نیاز داشته باشه که من در کنار اینکه در یک زیرساخت پشتیبان داشته باشم بتونن های اویلیبیلیتی سرویس همون به صورت لایو، یعنی اصطلاحی حالا ما داریم میگیم اکتیو برقرار بکنیم. این به محض اینکه زیرساخت توی تهران دچار اختلال شد، یه مشکلی براش به وجود اومد، ما همین زیرساخت رو بتونم با کسری از ثانیه تو چند دقیقه بتونم در توی مشهد داشته باشم. حالا زیرساخت مشهد هم به این راحتی قابل از بین رفتن نیستش یا ممکنه اختلالی براش وجود. چرا؟ چون اهواز پشتیبانشه و داره
همزمان اون زیرساخت رو پشتیبانی میکنه و بکاپ میگیره. باشد خود هاستیران رفت در مشهد و اهواز یا نمایندگی و اینا استفاده نه طبیعتا مدل اونجا آره فضا گرفتیم، استقرار دادیم، سرورهای خودمون رو بردیم نصب کردیم و شبکه‌اش رو شکل دادیم. زیرساخت ابری هاستیران اونجا یعنی اکوسیستم، یعنی بخشی از اکوسیستم ابری خودمونه، ولی شاید یه رک باشه. یعنی به جای اینکه مثلا من برم اونجا دیتا سنتر بسازم و تعداد زیادی رک بذارم، من شاید یک رک یا یک دوم رک یا یک چهارم رک توی هر لوکیشنی کفایت بکنه، چون دیگه بحثه ابریه و ممکن شما توی یه سرور یک حجم زیادی منابع و ریسورس داشته باشید. و این تو برنامه‌تون بود یا جنگ و مدیریت بحران باعث این قضیه شد؟ طبیعتاً ما تو برنامه‌مون بود که تو بلند مدت این کار رو انجام بدیم، ولی وهله اول که این اتفاق افتاد نگرانی خود ما سایت هاستیران بود، یعنی کسب و کار خود من که من خود سایت هاستیران رو بتونم همیشه اویلیبل داشته باشم و در دسترس باشه. حالا یه بخشیش از جنس مدیریت سرویس‌های فعلیه که کاربرا خب انتظار داشتن که بیان داخل سایت من و سرویس‌هاشون رو مدیریت بکنن و ببینن، و بخش دیگه ایشون بحث درآمد است دیگه، من بتونم همچنان سرویسمو ارائه بدم، سرویس جدید بفروشم، محصولاتمو ارائه بدم. خب این تمرکزش توی تهران نیاز داشت که یه ریدیزاینی توی بحث زیرساخت‌های نرم افزاری انجام بشه و بتونیم ما این پلتفرم رو به صورت حالا دوباره اصطلاحمون اکتیو بتونیم توی 2 تا لوکیشن و حتی 3 تا لوکیشن داشته باشیم. چرا خوب. فکر کنم فرهاد قاسمی مدیر توسعه نرم افزار هاستیران نقش داره. اگه موافقی بریم صحبتش رو حتما با فرهاد صحبت بکنید. فرهاد تجربیات خیلی خوبی ابتدا برای سولوشنه که برای هاستیران اجرا کردن و تونستن در واقع این زیرساخت رو به صورت های اویلیبل توی ابتدا ما حالا تو برنامه کوتاه مدتمون این بود که تهران و البرز رو در واقع به صورت اکتیو داشته باشیم. بعد که حالا بحث جنگ پیش اومد و خیلی فوریت سرعت بیشتری داد به این ماجرا، ما اهواز و مشهد رو هم اضافه کردیم به این مثلث اطمینانمون، حالا اسم گذاشتیم روش که اولین مشتریش هم در واقع زیرساخت هاستیران بود که ما منتقل کردیم زیرساختمون رو روی این بستر. جدا از این که حالا خود سایت هاستیران استقرار پیدا کرد، ما همیشه فکر می‌کنیم که سرویس میزبانی هاست های اشتراکی ما یه مشتری از زیرساخت ابریمون هستن. ما بعد از اینکه سایت هاستیران رو آوردیم تمام زیرساخت‌های ابریمون رو اومدیم توی این مثلث اطمینانمون استقرار دادیم و با یک اطمینان خاطری، حالا نه اینکه خدای نکرده بخوام بگیم اتفاقی بیفته یا مشکلی به وجود بیاد، ولی با یک اطمینان خاطری سعی کردیم که ما آف سایت بکاپ و در واقع سایت پشتیبان رو، حالا اصطلاحاً دی آر رو بتونیم راه اندازی بکنیم برای زیرساخت‌های هاستینگمون. من فکر نمی‌کنم شرکت‌های دیگه‌ای که حالا تو این حوزه دارن کار می‌کنن اینقدر توی بحث‌های پشتیبان و زیرساختایی که ما سرمایه‌گذاری کردیم برای خدمات هاستینگمون سرمایه‌گذاری بکنن و هزینه بکنن برای قطعا این مثلثه. حالا قبل از که بریم سراغ فرهاد ممکنه چند ذیلی بشه، شهرهای دیگر هم اضافه کنیم؟ قطعا تو برنامه‌مون هستش. الان توی تبریز و شیراز، اصفهان رک داریم، شبکه توسعه دادیم، ولی حالا یه چالش‌های بحث منابع ممکنه باشه که باید بریم تجهیزات بخریم و تو اون مناطق هم استقرار بدیم. من نمیدونم چقدر ممکنه کسب و کارها نیاز داشته باشن به این زیرساخت و من بخوام برم توسعهش بدم و چیز بکنیم. یه مقدار درخواست‌ها تو زمان جنگ بر ما جدید بود و زیاد شد که به هر حال کسب و کارهایی بودن که خارج از کشور سرویس داشتن و اینها رو آوردن داخل کشور و ما حالا البته اینم تو پرانتز بگم که رایگان اینها براشون انتقال دادیم، چون بعضا مشتریای خودمون بودن توی لوکیشن‌های خارجمون از ما سرویس گرفتن، خب کاربرشون داخل ایران بود و نمیتونه سایتشون رو ببینه. یه بخشی این در واقع دیمند اتفاق افتاد. یه بخش دیگه‌ای خب که سازوکارهایی بودش که قبلا خب از پلتفرم‌های خارجی استفاده می‌کردن، مثل خود ما که مثلا بستر ارتباط درون سازمانیمون با اینکه بسترهای دیگه موازی داشتن بچه‌ها، ولی همچنان ما داشتیم از پلتفرم‌های خارجی استفاده می‌کردیم برای ارتباطات داخلیمون یا جلساتمون. توی بازه زمانی این در واقع تسریع کرد این فرایند استقرار رو به داخل کشور و ما زیرساخت‌های خودمون رو اول تو پلتفرم‌های بومیمون داخل دیتا سنترهای خودمون راه اندازی کردیم. به مرور خب این ریکوست و دیمنده هم از سمت مشتریانی که حالا بیاد سروراشون خارج از کشور بود یا داشتن از پلتفرم‌های خارجی استفاده می‌کردن اومد سمت ما که اینها رو منتقل بکنن به داخل ایران. چه خوب، ممنونم. بریم با هم صحبت‌ها و گفتگوی با فرهاد قاسمی عزیز رو داشته باشیم که مدیر توسعه نرم افزار هاستیران هست. برمیگردیم با فرشاد
ادامه میدیم در مورد BCP و اتفاقات دیگه صحبت میکنیم. همراه ما باشید ببینیم صحبت‌های فراد. فراد قاسمی سلام، وقتت بخیر، به برنامه ما خوش اومدی. سلام عرض میکنم، خیلی خوشبختم در خدمتتونم. قربونت. ما هاستیران رو به عنوان یه مجموعه زیرساختی و در واقع هاست دامین بیشتر میشناسیم. میخوام ببینم یه مدیر توسعه نرم افزار چه میکنه فراد قاسمی در هاستیران؟ خدمت شاید هاستیران خب اولا از همه شاید به عنوان هاستینگ توی کشور شناخته میشه، به عنوان بزرگترین هاستینگ کشور. بعد از اون ما خب زیرساخت‌های مختلفی رو راه‌اندازی کردیم طی سالیان گذشته، سرویس‌های مختلفی به کاربران ارائه میدیم تو همه حوزه‌های زیرساختی. عملاً یک توتال سولوشنی برای کسب و کارهای داخلی که بتونن تمامی حالا درخواست‌ها و نیازهای نرم افزاریشون رو حل کنن. ما توی تیم نرم افزار هاستیران دقیقاً پنل‌ها و محصولاتی رو توسعه میدیم که اول به درد مشتریای بیرونی شرکت، بعدش برای خود تیم‌های مختلف هاستیران استفاده میشه. چرا خوب. و چند وقت هاستیرانی شدی شما؟ من 5 سال تو هاستیرانم. 1400 تقریبا. از دقیقاً آبان 99. و قبلش کاری که می‌کردی کجا بودی؟ تو حوزه توسعه نرم افزار تو استارتاپ‌های مختلف کار کردم، توی سری شرکتایی که حالا شاید دیگه امروز نیستن، تو شرکتایی شاید الان هستن نمیدونم نام ببرم یا نه، مثلا ازکی بودم، ایران تالنت بودم. یه سری پروژه‌های دولتی و نیمه دولتی طور با شرکت‌های تهران کار کردم، با بانک آینده کار کردم. اینجور کارا ولی همشون تو حوزه فناوری بوده بیشتر. هاستیران اولین جایی بود که زیرساختی و حالا بحث عملاً هاستینگ بود. و فراد تیمتون چند نفره و بچه‌ها چه تخصصی دارن؟ تیم ما خب متشکل میشه از تیمی که ما آنبورد داریم و داخل هاستیران و تیمی آوتسورسی که باشون کار میکنیم برای توسعه نرم افزارامون. در حال حاضر 10 نفری ما به صورت آنبورد داریم که این 10 نفر نیروی بک اندن، کارشناس توسعه فرانت اند، کیو ای، اسکرام مستر، یو آی یو ایکس کاره که میگم حوزه کاریمون اصلی و حالا تمرکز اصلیه توسعه خود محصول و محصولات نرم افزاری هاستیرانه که عملاً پنل‌ها رو طراحی می‌کنن، فیچرهای جدید رو لانچ می‌کنیم و بحث خب نگهداری حالا نیازها و توسعه قبلی. فراد می‌خوایم بیشتر بپردازیم به بحران‌ها و چالش‌های اخیر. به هر حال کسب و کارها مستثنا از اون نبودن. می‌دونیم به هر حال از خرداد پارسال حداقل تا تقریبا الان که داریم اوایل تیر ماه برنامه رو ضبط می‌کنیم این چالش‌ها و بحران‌ها بوده. به طور مستقیم چقدر تاثیرگذار بود رو کار خودت و اگر بخوایم یک سال سریع برامون مرور کنیم اون جاهایی که مدیریت بحران کردی و می‌دونم خب شرکتم و خیلی از بچه‌هام دورکار شدن، یکم از این برام بگو. ببین کلا تو یکی دو سال اخیر خب فضای کشور از لحاظ اقتصادی و از لحاظ کسب و کاری خیلی متشنج بود، ولی حالا صرفا بیایم سراغ فنی شو با نمایندگی تیم‌های فنی من می‌خوام صحبت کنم. تو یک سال اخیر مثلا با قطعی‌های اینترنتی که داشتیم، اختلالایی که بود، تحریم‌های جدیدی که وجود داشت از بیرون، همه اینا منجر شد که کار شاید مثلا 2 سال قبل راحت پیش نره. یعنی نیازها سریع عوض می‌شد، درخواست‌های سازمان‌ها شاید نسبت به ما تغییر می‌کرد. مجبور بودیم یه سری فرآیندایی که استانداردن و همیشه پیاده می‌کنیم و همیشه تو نگهداشتون استفاده می‌کنیم و ازشون دیگه نداشته باشیم یا حالا مجبور بشیم مثلا یه سولوشن‌های سریع لحظه‌ای داشته باشیم که روند کسب و کار نخوابه. یه قسمتش خب بحث عدم قطعیت بود، یعنی ما برنامه‌ریزی‌های یکم طولانی مدت‌ترمون رو مجبور شدیم متوقف کنیم، کوتاه مدت‌تر برنامه‌ریزی کنیم که بتونیم عملاً با اون اتفاقات و حالا اتفاقی که عملاً تو کل شرایط کشور داره میفته بتونیم هم یکسان باشیم و بیایم جلو. و از تیم خودتون بگو چطور با بچه‌ها در ارتباط بودین، چند وقت و چیکار کردین؟ ببین چند وقت خب البته خیلی بد شده، یعنی فکر کنم خیلی از شرکت‌های مشکلی داشتن که ابتدا به خاطر فضای جنگی و اتفاقات ناملایمتی که وجود داشت مجبور شدن همه دورکار بشن. خب دورکاری تو تیم‌های فنی خیلی عادیه. اونجایش عادی نیستش که ما تو دورکاری خب یه سری ابزار نیاز داریم، بحث دسترسی به اینترنت هست، دسترسی به شبکه‌های اجتماعیمون، راه‌های ارتباطیمونه که خب همه اینا داشته عملاً توی این شرایط بحرانه از بینم میرفت. یعنی ما یه بحرانی رو دچار شدیم رفتیم داخلش، تنها دستاورد یا تنها مثلا ابزاری که داشتیم که این بحران بتونیم گذر کنیم هم دوباره مثلا توی یه بحران دیگه از بین رفت. سخت بود طبیعتا، خیلی هماهنگی‌ها مثل قبل انجام نمی‌شد، یه جاهایی مثل قبل حتی نمی‌شد مدیریت که باید حق می‌دادیم آدما به جز شرایط کشور عملاً نگرانی خانوادگی، نگرانی شخصیشون هم اضافه شده بود به این قضیه. ولی خب خدا رو شکر سعی کردیم واقعیتش هر جور شده ما از بحران عبور کنیم، سیستمایی که نیاز بود راه اندازی کنیم، جایی که لازم بود ارتباط بسازیم
کارا رو پیش ببریم و نذاریم کارا و مشتریانمون عملاً بمونن پشت یک سری چیز بلاک شده و باتلنک سیستم نشیم. ولی خب طبیعتاً اون روال عادی همیشگی نبود. یعنی میگم ما چیزهایی که نیاز داریم خب طبیعتاً واسه توسعه نرم افزار شما نیاز به دسترسی به اینترنت، لایبرری‌های بین‌المللی، فریم ورک‌ها، آپدیت‌های جدید، آپدیت‌های امنیتی که مثلا میگم توی یک سال اخیر ما اندازه 6 سال اخیر ما مشکلات امنیتی به صورت جهانی داشتیم. خب همه این آپدیت‌ها رو گرفتن سخت بود، آپدیت کردن سخت بود. حالا این وسط ارتباط بین آدم‌ها هم سخت‌تر شده یا حتی کمتر شده به خاطر اینکه شبکه‌های اجتماعی قطع، سیستم‌ها کار نمی‌کنن، حتی یه جاهای مثلا آدم‌ها رفتن تو شهرهای دیگه‌ای از تهران قرار گرفتن، اینترنت ندارن، دسترسی به شبکه داخلی بومی هم حتی مثلا قطع شده. بله. این مشکلات وجود داشت. فراد جان، بچه‌ها از مثلث اطمینان در هاستیران گفتن نقش شما و تیمتون توی این مثلث اطمینان چی بود که احتمال داره چند ضلعی هم بشه تا چند بار؟ آره این مثلث اطمینان خب یه سولوشنی بود که ما پیاده سازیش کردیم. یه قسمت شبکه‌ای، یه قسمتی زیرساختایی که آماده کردیم، یه قسمتش هم خب برمیگره به نرم افزار. یعنی کاربر باید بیاد توی فرآیند یک محصول رو خریداری کنه، این محصول بدون اینکه بخواد ستاپ و تنظیمات خیلی پیچیده‌ای براش انجام بده، احتمالاً با چند تا کلیک بتونه مثلث اطمینانش رو فعال کنه که حالا در صورتی که خدای نکرده یه بحرانی پیش اومد یا توی یکی از این لوکیشن ها قطعی بود، حالا این قطعی میتونه فیزیکی باشه، میتونه شبکه باشه، تو هر لایه اتفاق افتاد این سرویس بین حالا تو نقاط مختلفی که ما در نظر گرفتیم پخش بشه و سرویس عملا آپ تایمش از دست نده و ریلایبیلیتیش حفظ بشه. خب یه قسمتی از این پیاده سازی و پروژه محصولیش و قسمت پیاده سازی پنلش عملا میاد سمت ما و نیاز داشتش که این طرف انجام بشه. ما از بچه‌ها خواستیم هاستیران رو توصیف کنن با چند تا صفت. اگه فراد قاسمی بخواد صفت بده به هاستیران چه صفتی میده؟ سخت بود. من گفتین قبلش فکر می‌کردم یه دفعه صفت هاستیران یکیش واقعا پیشروه. یکی از صفاتی که میتونم بگم اینه که خیلی نترسه. ما توی بازارهای وارد شدیم با اینکه میدونستیم عملا رقبای جدید پیدا میکنیم، عملا مارکت پلیس جدیدی رو میخوایم بریم تصرف کنیم، ولی جرأت کردیم و شجاعت به خرج دادیم، وارد اونا شدیم. یه سری فیچرها رو خیلی از رقبا میتونستن شاید زودتر از ما پیاده سازی کنن، نکردن. ما سعی کردیم پیشرو باشیم، ریسکشو پذیرفتیم. آره ریسکشو پذیرفتیم. طبیعتا ورود به بازار جدید ریسکای خودش رو داره، ما اون کارو انجام دادیم. یه بحث دیگه هم بحث همدلیه. یعنی واقعیتش توی خیلی شرکت‌های کمتری شاید دیده میشه که ما توی زمان جنگ، تو زمان بحران آدما معمولا دغدغه‌هاشون هم اضافه میشه. اون روز شاید توقع از آدما میاد پایین‌تر، ولی دقیقاً تو اون روزها بچه‌ها هاستیران همه با هم همدل‌تر بودن، همه با هم تلاش کردن. ما دقیقاً تو زمانی که شاید همه فریز میکنن و تموم میشه پروژه، میگن آقا الان استاپ کنیم فقط نگهداری کنیم، داشتیم توسعه میدادیم، داشتیم محصول جدید می‌آوردیم، داشتیم آپدیت میدادیم و این بحث همدلی توی تیم‌ها و بین تیم‌ها خیلی دیده میشه تو آسیا. دم شما گرم. و به زودی از شما چی می‌بینیم؟ کار جدید بخوای بگی؟ نمیتونم بگم چون ما خیلی جلوتر از معمول بقیه تیم‌ها داریم با محصول سر کله میزنیم. حوزه‌اش هم نمی‌تونیم. حوزه‌اش هم میتونم تو حوزه ابریمونه، یعنی تو زیر ساخته ابریمون چند تا محصول جدید خریدش. و آخرین سوال این که آینده این صنعت رو چطور می‌بینی و هاستیران کجای این آینده میتونه قرار بگیره؟ ببین بحث آینده این صنعت که این صنعت یعنی من که بگم هاستیران به عملاً تو چند تا صنعت همزمان موازی داره پیش میره. تو صنعت ابری مخصوصا خب اصلا شروع شده تازه، یعنی با زیاد شدن نیاز برای زیرساخت‌های AI، هوش مصنوعی، استفاده بیشتری کاربرا از هوش مصنوعی، اینکه پلتفرم‌ها و نرم افزارهای مختلف دارن به این سمت میرن، خب عملاً اون قسمت زیرساختی و ارائه‌دهنده سرویس‌های ابری خب یه بازار جدید و بزرگتری از قبل رو هم دارن پیدا میکنن. طبیعتاً بازار خیلی خوبیه. ما هم تو هاستیران داریم سعی میکنیم که هم اج بریم جلو و هم تمام نیازهای کاربرا و بازار رو بشناسیم و شناسایی کنیم و موقع بتونیم خدماتمون رو ارائه کنیم. دم شما گرم. برادر از بهترین ها. ممنونم. متشکرم.